هر کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ درود، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من نرگسم و امروز قراره که زیر 10 دقیقه بهت بگم چطوری اشعار رو، غزل‌ها رو به بهترین نحو ممکن بخونی. اول از همه این که هر کاری رو که میخوای شروع بکنی باید بدونی هدفت از انجام اون کار چیه. ببین، هدف من برای غزل خوانی، برای خواندن صحیح اشعار، اول از همه این بود که حالا مثلا کلاس میرفتم و به هر حال هدفم این بود که توی کلاس بهترین باشم، چون بچه بودم، خیلی بچه بودم. بعد کم کم که خودم تونستم متوجه بشم، یکم از تاریخ این حافظ و اشعارشون رو درک بکنم بهتر، اون موقع یه هدف درست درمون پیدا کردم. و هدفم چی بود؟ هدفم این بود که برای دل خودم بتونم اشعار حافظ رو، اشعار دیگر شاعرها رو به نحو احسن بخونم. حالا میخوام بهت چیز بگم، اونم اینه که تصور کن یه روزی حالت خوب نیست، یا حافظ جلوته، حافظ رو برمیداری میگی بذار یه خط بخونم، یه بیت بخونم، یکی از غزلاشو بخونم. باز میکنی میبینی چیه؟ صوفی چیه این؟ بیاور یا بیاورد چیه این؟ مثلا هی با خودت کلنجار میری و دستابت خونش میندازی. اصلا خب چرا یاد نداشته باشی بخونیم؟ و یکی دیگه از هدفهای من چیه؟ اینه که خب ببین، من فرزند ایرانم، من تو ایران زمین دارم زندگی میکنم و به نظرم برای تمام ما ایرانی ها یک چیز خیلی حیاتی و واجبه این که یاد داشته باشیم غزل بخونیم، این که یاد داشته باشیم شاهنامه بخونیم. به نظرم این چیز خیلی مهمه. ولی خب کسایی هم که حالا یاد ندارن، اینجوری نیست که بگیم کلا اشتباه فلانه. من خودم در حال روند یادگیریام، اینجوری نیستم که من کامل باشم، نه، من خودم الان توی روند یادگیریام، اما دوست داشتم چون من 4 سال تجربه داشتم، دوست داشتم این 4 سال تجربه‌مو با شما به اشتراک بذارم. حالا بریم سراغ این که من چطور میتونم غزل بخونم. ببین، هدفتو مشخص کردی، حالا باید بری ببینی کدوم غزل تو رو به خودش جذب میکنه. حالا شاید به خودت بگی خب از کجا بفهمم؟ ببین، تو 2 تا انسان رو روبروی خودت میبینی، به یکیشون جذب میشی، از یکیشون خوشت نمیاد. خب واسه غزل و واسه اشعار و واسه اینجور چیزا هم همینه دیگه. مثلا یه سری از متن رو باشون ارتباط میگیری، یه سری از متن رو باشون ارتباط نمیگیری. اما ببین، یعنی مهمترین چیز توی لحن، توی حفظ، توی همین پیدا کردن غزلی که تو رو به سمت خودش جذب میکنه چیه؟ معنیه. ببین اگه معنی غزل رو بلد نباشی، نفهمی داری چی میگی، کلا تمام این حالا مراحل اینا به هیچ دردت نمیخوره. اول همه پس باید این معنی رو داشته باشی که در ادامه ما جزء مراحلمون این معنی هست و اینکه چطور من معنی بکنم هم توشون قرار داره. پس الان من میخوام بیام یه غزلی پیدا بکنم که به دلم بشینه. اگه پیدا کردی خب آفرین، هیچ. اگه پیدا نکردی برو سراغ معنی ها. حالا چطور من معنی رو مثلا پیدا بکنم؟ از کجا بفهمم که معنی یه غزل چیه؟ ببین، یکی از اتفاقایی که من خودم در رقم زدنشم اینه که من دارم واژه‌های پرکاربرد و پر تکرار غزلیات حافظ رو برای شما توی چنل تلگرامم که هم توی دیسکریپشن هست، همینجا لینکش میاد، این کلمات رو براتون قرار میدم همراه با معنی. و من هر شب توی چنل تلگرامم یه غزل رو همراه با معنیش و کلمات پرکاربرد و تلفظ صحیح و لحن درست قرار میدم که به نظرم اگه توی چنل تلگرام جوین بشی خیلی میتونه توی روند پیشرفتت بهت کمک بکنه. در ادامه تو معنی ها رو الان یاد گرفتی، با استفاده از حالا اون دانایی که خودت داری و حالا یه سری سایت هایی که باز من توی چنل تلگرام این سایت های معتبری که معانی درست دارن رو بهتون معرفی میکنم و یه سری کلمات پرکاربرد داری، معنی رو یاد گرفتی. حالا الان ما غزل مورد نظرمون انتخاب کردیم، معنی غزلی هم که میخوایم بخونیم و میدونیم چی بشیه.
حالا باید بری سراغ چی؟ باید بری سراغ تلفظ درست. یعنی مرحله سوم تلفظ درسته. حالا من تلفظ درست از کجا بیارم دیگه؟ ببین یکی از چیزایی که خیلی 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 کمک میکنه که تو در ادامه تلفظ درست داشته باشی استمراره. یعنی چی؟ یعنی اینکه هی غزل بخونی، هی شعرهای مختلف بخونی، حتی اگه دوست نداری بخونی گوش بدی. وقتی گوش بدی، چون معمولا کلمات پرتکرار زیادن، یعنی مثلا یه سری کلمات اصلی توی هر شاعری یه سری کلمات بولد داره که هی داره اونا رو توی غزلیاتش تکرار میکنه و خب تو وقتی که یه شاعر رو انتخاب میکنی، یه دیوانی رو انتخاب میکنی و هی گوش میدی دیگه مثلا اون کلمات کلیدی رو میتونی تلفظاتشون رو به نحو احسن یاد داشته باشی. پس الان اینکه چه تلفظی باشه و حالا چطور تلفظم یاد بگیریم، تلفظ صحیح رو یاد گرفتی. اما بازم میگم چند تلگرام جوین بشی میتونی فایل تلفظای صحیح، متن صحیح حالا غزلیات حافظ رو اونجا پیدا کنی. حالا مرحله سوم که تموم کردیم میریم سراغ مرحله 4. تا الان چه چیزایی رو پشت سر گذروندیم یکم مرور کنیم. تو الان غزلت رو انتخاب کردی، معنیش رو میدونی، سعی‌خوانی هم بلدی. حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ سراغ لحن. چیزی که یعنی یه جورایی تو آهنگ داری، الان میخوای برقصونی این غزله رو، این متن رو میخوای برقصونی، با لحنت باید این کار رو انجام بدی. حالا 2 نکته کلیدی توی لحن هست، یکی مکث های بجا و یکی فراز و فروده. مکث های بجا یعنی چی؟ ببین میخوام این مکث های بجا رو با بیت آخر غزل شماره 7 حافظ بگم. ببین میگه که حافظ مرید جام می است، ای صبا برو. کجا من مکث کردم؟ گفتم حافظ مرید جام می است، مکث، ای صبا برو. حالا اگه مکث من اشتباه بشه معنی من به کل تغییر میکنه. میگم حافظ مرید جام می است، ای صبا برو. نه مخاطب میفهمه چی گفتی، نه خودت فهمیدی اصلا چی گفتی، نه اصلا قشنگ شد. حالا من چیکار کنم که این مکث رو ببینم چی به چیه؟ یکی همون استمرار و زیاد گوش دادنه، اما چیز اصلی همون معنی است. چرا؟ چون داره میگه که خب میگه حافظ مرید جام می است، ای صبا برو. تو زمانی که مثلا معنیش این مثلا بیت رو بدونی راحت میتونی بگی که خب کجا من مکث کنم، کجا من مثلا لحنمو درست کنم. ببین اصلا یک ارتباط مستقیم داره معنی با لحن. چرا؟ چون ببین تو میخوای بگی سلام خوبی، میبینی لحن من سوالی شد. چرا من لحنم سوالی کردم؟ چرا نگفتم سلام خوبی؟ چرا نگفتم خوبی؟ مثل سلام. چرا لحنم شبیه سلام نبود؟ چرا واسه چه خبرا میگم چه خبرا؟ میبینی آشو یه جوری میکشم. چرا نمیگم چه خبرا؟ مکث نمیکنم. چرا این کار من انجام میدم؟ به خاطر اینکه من میدونم هدف من از گفتن چه خبرا چیه، میدونم معنی چه خبرا یعنی تو داری چه کاری رو انجام میدی، چه چیزایی رو پشت سر گذروندی، میدونم قراره یه سوالی بپرسم. پس این معنیه با این مکث و با این فراز و فرود ارتباط مستقیم داره. تا همینجا کافیه. یعنی الان تو غزل مورد علاقت رو انتخاب کردی، اولین غزلی که میخوای بخونی، میدونی معنی غزلی که میخوای بخونی چیه، لحن درست رو یاد داری، تلفظ صحیح خوانی رو یاد داری و الان میتونی یه غزل رو بخونی. حالا من اینجا یه غزل از حافظ رو اینجا برات میدارم اینجا و شماره یه غزلم میذارم که اگه بخوای توی گوگل یا هر جای دیگه این غزل رو ببینیش و بخونی. اما اگه میخوای این غزل رو به بهترین نحو با تلفظ صحیح، لحن درست، کلمات پرکاربرد این غزل، همچنین اون صحیح‌خوانی درستش رو ببینی همه به طور پکیجینگ یه جا، اینجا چنل تلگرام گذاشتم، توی دیسکریپشن چنل تلگرام هست. این غزل با تمام این امکانی که گفتم داخل چنل تلگرام قرار میگیره و اگه دوست داری ببینی تجربت برای اولین بار غزل خوندن در چه حده، میتونی این تمام مراحل جمع‌بندی کنی، این غزل رو بخونی و توی ناشناس تلگرامم برای من ارسال بکنی. اون موقع من نقطه قوت و نقطه ضعف تو رو بهت میگم و امیدوارم که موفق بشی.